وقتی که صورتش در اینترنت میدید خورزه میشد که ای جان همین صورتای من همه حاضر دیسود هستم همه دیسود بچم همه من میشناسد علاقه همه علاقه میشناسد بسیار خورسان شدم میشیشت دیاربکی 5 ساله را بیماری در اینترنت مشهور کرد. سرطان بافته ها یک درد بی‌درمان که فرزند آوازخوان شناخته را از آخر سال گذشته بسیار عذاب داد. خسته شدگی بود بچم. شبا گیره میکرد. جانش در میکرد. من هر یکی دردی او رو در خودم حس میکردم. از همه وزمینش این که من در پیشش بوده از دستم هیچی نمی آمد که برای بچم کمک کنم. برای معالجه دیاربک همه کار را کردند، به قرقیزستان و هند بردند، اما سرطان جگربند دلنوزه را شب 31 دکبر از او گرفت. حالا فقط عکسش برای مادر یادگار مانده است. عکس‌های دیگرش در اینترنت میچرخند و یادگار از خیرخواهی مردم است که برای معالجه دیاربک کمک کردند. آوازخوان‌های تاجیک نیز می‌خواستند با تشکیل کنسرت پول جمع بیارند ولی خبری شوم شنیدند. برای تسکین مادر دلرش در وصف پسرش مرثیه ها هم نوشتند. زندگی در نگاه خسته من بعد از این یک سراب خواهد ماند. آه من به تو سخت میترسم، خیز پیشم بیا چرا رفتی در غروب سیاه دلتنگی ناگهان از میان ما رفتی. دیاربک رفت اما شاید در زنده ماندن کودکی دیگری کمک کند. حالا پول کنسرت خیریه را که آوازخوان‌ها می‌خواستند خرج معالجه فرزند غورمرگ دلناز کنند می‌خواهند برای طبابت دخترک دیگری گرفتار سرطان بفرستند. دعای دلناز هم در حق این دختر است و تمام کودکان دیگر در تاجیکستان. هیچ یگان فرزند یگان ملت، فرزند یگان مادر و پدر ها لای پشت به خس ندارم. من از تمام مردم تاجیکستان می‌ندارم برای دستگیری، برای دعاها، برای مهر محبت، برای اینقدر توجه زیاد